سلام، مانی هستم از کانال گیت اوور هیر. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. خب مثل همیشه شما میتونید از طریق دیسکریپشن ویدیو و یا گیتاب من به مطالب خود دوره دسترسی پیدا کنید. تو این قسمت قرار راجع به استیت پترن صحبت کنم. استیت پترن یک پترنیه که behavioral design پترن محسوب میشه و تو ویدیو قبلی توضیح دادم behavioral design پترن چیه. تو هر اسلایدم توضیح دادم، اگه خواستید میتونید ویدیو رو پاس کنید و بخونید. خب حالا استیت پترن سه تا کامپوننت داره، در واقع دو تا کامپوننت داره، یک کانتکست، یکی هم استیت، که خود استیت هم دو تا کامپوننت میشه، یکی کانکریت و یکی اینترفیس. مثل همیشه اینترفیس میشه خود اینترفیس کامپوننت و کانکریت میشه پیاده سازیش. کانتکست یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کنید که توی سیستم مثلا یه دونه فروشگاه، خود سفارش میشه کانتکست، یعنی اون چیزی که قرار استیت داشته باشه، و استیت هم میشه وضعیتش، میشه وضعیت سفارش، مثلا تحویل داده شدن، مثل در حال انتظار برای پرداخت، مثل بسته بندی شد، مثل در حال ارسال و مثل لغو شد و از این قبیل. چیزی که استیت دیزاین پترن میخواد انجام بده، چیزی که حل میکنه، مشکلی که حل میکنه اینه که همه استیت ها رو انکپسولیت میکنه و چون انکپسولیت میکنه خیلی راحت تر میتونید استیت ها رو یه جا ببینید. در نتیجه کدتون قابل تست شدن خواهد بود، کدتون خیلی قابل پیش بینی میشه و خب دیباگش هم راحت تره، درسته؟ و خوانایی کدتون هم بیشتر میشه. شما برای هر استیت یک کلاس دارید، یه پیاده سازی دارید و میدونید که تو استیت قرار چه اتفاقاتی میتونه بیفته. پس رفتار سیستمتون محدود شده. و اگه استیت پترن نداشته باشید، خب اینطوری نیست، این اتفاق نمیفته و خود این مشکلات زیادی رو باعثش میشه که الان نشون میدم. خب من یه کلاس داکیومنت دارم که یه استیت داره، مثل درافت، مثل مودریشن، مثل پابلیش، مثل ریجکتد، و میخوام این داکیومنت هم رو از روی حالت درافت ببرم روی حالت مودریشن و بعد ریجکتش کنم و هدفم اینه و دوباره تلاش کنم که یه استپ دیگه ببرمش جلو، که خب نباید بشه قاعدتا. یعنی از حالت درافت میره حالت مودریشن، از حالت مودریشن بعد لغو بشه و از حالتی هم که لغو شد دوباره میخوام ببرمش به یه حالت دیگه، که خب نباید قاعدتا این اتفاق بیفته. و این اسکریپت هم دقیقاً داره با این ایف و الیفا به صورت خیلی کثیف همین کار رو انجام میده که before.py، یعنی قبل اینکه ما دیزاین پترن رو اعمال کنیم. اگه من این اسکریپت رو ران کنم میبینم که من روی ریست بزنم، میبینم که همین اتفاقی که میخوام افتاد، یعنی رفت برای مودریشن، ریجکت شد و بعد هم دیگه تغییر نکرد. خب میرم رو حالت افتر. تو افتر من یک اینترفیس استیت دارم و یه عالمم کانکریت استیت دارم و یه دونم کانتکست دارم. کانتکست هم داکیومنته، چیزی که قرار استیت داشته باشه، و تو هر استیت هم و برای هر استیت هم یه پیاده سازی دارم. مثلا برای درافت گفتم که خب استپ بعدیش مودریشنه و وقتی هم بخواد ریجکت بشه میتونه این اتفاق بیفته، میتونه استیتش ریجکت شه. برای مودریشن هم گفتم که استپ بعدی پابلیشه و میتونم ریجکت بشه، مشکلی نداره. ولی خب برای پابلیش دیگه استیت بعدی وجود نداره، چون مثل تحویل سفارش، وقتی سفارش تحویل بدین دیگه بعد اون چیزی وجود نداره. و ریجکت هم خب نمیشه دیگه، داکیومنتی که پابلیش شده دیگه ریجکت نمیشه، دیگه پابلیش شده، دیگه رفته تو اینترنت. و خب چیزی هم که ریجکت شده طبیعتاً دیگه مرحله بعدی وجود نداره، دیگه به انتهای خط رسیده و خب دوباره هم نمیشه ریجکت شه دیگه، یه بار ریجکت شده.
که حالا اینو من با پرینت نشون دادم، ولی اینجا میتونست واقعا یه کد واقعی باشه، کوئری باشه یا هر چیز دیگه ای، مهم نیست. در واقع سعی کردم که خیلی راحت نگه دارم. خب یه دونم کلاس داکیومنت دارم که یه نکس داره، یه ریجکت داره که در واقع اون نکس و ریجکت اون استیت رو، اون استیت ابسترکت شده رو داره اجرا میکنه. و یه یوسیج هم دارم که داره در واقع این کارو اون اسکریپتی که میخوام رو انجام میده که توی داکیومنت یه استیتی ذخیره میکنم، نکس میزنم که میره تو حالت مودریشن، ریجکتش میکنم که ریجکت میشه و دوباره نکس میزنم که نمیشه دیگه. و اون اسکریپت گنده‌ای که داشتم که اصلا معلوم نبود چیکار داره میکنه و با کامنت داشتم توضیح میدادم، اینجا کاملا مشخصه دیگه، نیازی به کامنت نداره. من اگه اینو ران کنم میبینم که دقیقا همون آوتپوت رو به من داد. حالا بحثی که به وجود میاد اینه که خب ضعف این دیزاین پترن چیه؟ ضعفش اینه که این دیزاین پترن خیلی قابل اعتماد نیست. یعنی همیشه من این وسواس رو دارم که الان استیت من چیه؟ کلاس من یه استیت داره که هی داره تغییر میکنه. پس اگه من اینجا نکس رو بزنم و اینجا نکس رو بزنم، حالا شما فکر کنید که اینجا یه اکسپشن بود، مثلا raise already rejected exception یه همچین چیزی بود، یعنی جلوی کد من رو میگرفت. من اگه همچین حالتی داشتم میدیدم که اینجا داکیومنت رفت برای مودریشن، پابلیش شد و 3 بار به اکسپشن خورد. پس من اگه میخواستم این اسکریپت به نحوی به اکسپشن نخوره و نمیدونستم استیت اولیش رو، هر دفعه هر متدی رو که صدا میزنم بعد روی یک try except قرار بدم. حالا مثلا exception document مثلا پس من این هیچ وقت این اعتماد رو، یعنی هی بعد پارس میکردم، هی یا اینکه بعد هی ایف و الیف میذاشتم که اگه مثلا استیتی نبود برو ادامه بده، و یا اینکه بعد ترای اکسپت میذاشتم که مطمئن شدم باگی به وجود نمیاد از روی این سویچ شدن اکسپشن ها. و این مشکلیه که وجود داره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی اعتماد کنی به کدت. یعنی بعد همیشه چشمی نگاه کنی و باید حواست باشه که این استیت داره کجا چجوری تغییر پیدا میکنه. یعنی تغییر استیت درسته که قابل پیش بینیه ولی هنوز امن نیست. مشکلی که وجود داره اینه. حالا من میرم روی ریدمی و اینکه خب شما اگه مثلا اینجا یه موردی باشه همیشه باید کدتون رو اجرا کنی تا بفهمی که اون مشکل به وجود اومده. یعنی قبل اجرای کدتون نمیتونین متوجه شین که در واقع مشکل به وجود داره. حالا من برمیگردم رو ریدمی و اینجا توضیح دادم کانتکست و استیت اینترفیس و کانکریت اینترفیس رو و دیسکریپشنش. خب چه زمانی باید استفاده کنیم؟ زمانی که استیت زیاد داریم و زمانی که نیاز داریم هر استیت رفتار سیستم طبق اون استیت تغییر کنه و این انکپسولیشن باعث میشه که ریدابیلیتی ما بهتر شه، خوانایی کد ما بهتر شه، کدمون قابل پیش بینی تر شه زمانی که واقعا به اینا نیاز داریم. و خب خیلی استیت ترانزیشن داریم، یعنی تغییر وضعیت زیاد داریم. مثلا شما فکر کنید یه سیستم یه فروشگاه دارید میزنید، خب احتمالاً شما نیازمند این استیت پترن خواهید بود. ضررش چیه؟ ضررش اینه که خب اگه سیستم واقعا نخواد تغییر وضعیت داشته باشه شاید استیت پترن خیلی منطقی نباشه. و یا اینکه اگه خیلی استیت داشته باشید ابسترکت کردن مثلا 40 تا استیت با یه اینترفیس خیلی کار سختیه. و یا اینکه همیشه ممکنه باگی به وجود بیاد از یه سویچ کردن استیت ها که خب تا زمانی که کدتون رو ران نکنید پیداش نخواهید کرد و تا زمانی که تستش نکنید پیدا نخواهید کرد که این مشکلیه که وجود داره. و خب رسیدیم به انتهای ویدیو.
امیدوارم که درک کرده باشید. اگه سوالی دارید حتما هر چیزی سوالی داشتید میتونین کامنت بذارید، من جواب میدم. و تو ویدیو بعدی قراره بپردازیم به یک دیزاین پترن خیلی جذاب‌تر که هیچ کدوم از این ضعف‌ها رو نداره و خیلی شبیه استیته که بهش میگن تایپ استیت پترن. امیدوارم لذت برده باشید و به شدت مشتاق ویدیو بعدی هستم. اگه سوالی هم داشتید کامنت کنید، اگه دوست داشتید میتونید حمایت کنید با استار دادن به ریپو و با لایک کردن ویدیو و با سابسکرایب کردن کانالم. تا درود دیگر، بدرود.